برای اعمال رنگ داینامیک توی داشبورد هامون یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم این هستش که وارد جدول دیتا بشیم و توی این قسمت ستون کد رنگ رو از طریق یک جدول کمکی دیگه توی کوئری بهش مرج بکنیم و یا اینکه از طریق توابع related lookup value vlookup بتونیم ستون کد رنگ رو به این جدول اضافه بکنیم. اما این کار پیشنهاد نمیشه به خاطر اینکه زمانی که ما این کار رو انجام بدیم این کد رنگ ها بارها و بارها توی ردیف ها تکرار میشه و این باعث میشه که فایل شما به لحاظ دیتایی حجیم بشه. به جای این کار راهکاری که وجود داره این هستش که ما بیایم از همین نموداری که داریم گزینه مور آپشنز رو بزنیم، اکسپورت دیتا رو انجام بدیم و فایل رو در قالب CSV ازش خروجی بگیریم. فایل نمودارمون که ازش خروجی گرفتیم باز میکنیم، ستون کد رنگ رو بهش اضافه میکنیم. برای کد رنگ هامون هم میتونیم از سایت کالر هانت استفاده بکنیم. زمانی که داریم جایگذاری کد رنگ رو انجام میدیم علامت هش فراموش نشه، چون کد رنگ ها کد رنگ های هکس هستن و به علامت هش نیاز دارن. بعد از اینکه کد رنگمون رو وارد کردیم فایل رو سیو میکنیم و تو داشبوردمون فایل رو ایمپورت میکنیم. بعد از اینکه فایلمون رو ایمپورت کردیم به خاطر اینکه هدرهای فایلمون هر دو ستونش ماهیتشون تکس هستش نیاز داریم که بریم تو قسمت پاور کوئری و پروموت هدرز رو براشون انجام بدیم. در ادامه هم میتونیم اسم این جدول رو به کالر تغییر بدیم. بعدش هم کوئری رو اپلای میکنیم. بعد اون وارد دیتا مدل میشیم و اینجا دو تا ستون عنوان رو بین هر دو جدول ریلیشن میزنیم. بدیم این هستش که بریم روی نمودارمون و اینجا به جای اینکه حالا نمودارمون عنوان رو از جدول اولیه‌مون که از جدول کلمون هست بخونه، باید بیاد بره عنوان رو از جدول کالر بخونه. در ادامه میریم تو قسمت باز که آپدیت جدید پاور بی آی هستش که قبلا این قسمت دیتا کالرز بود. توی این قسمت وارد فرمت استایل میشیم، فیلد ولیو رو انتخاب میکنیم. زمانی که فیلد ولیو رو انتخاب کردیم جداولی که تو فایل وجود دارن رو به ما نشون میده. ما جدول کالر رو انتخاب میکنیم و از جدول کالر کد رنگ رو انتخاب میکنیم. اوکی رو میزنیم و به محض اینکه این کار رو انجام دادیم میبینیم که تغییر رنگ داینامیک توی نمودارمون اعمال شد. سایر ستون‌هایی هم که براشون کد رنگی رو انتخاب نکرده بودیم درست ترین مفهومی رو که میشه در قالبش تعریف کرد این هستش که سایر ستون‌ها اولین رنگی رو که در تم داشبوردمون وجود داره به خودشون اختصاص میدن. اما یه موضوعی، ما تو همین داشبوردمون توی شیت دوم مشابه همین نمودار رو داریم و مسئله‌ای که هستش اینه که ما برای این نمودار میایم اینجا وارد قسمت fx میشیم. خب طبیعتا همون کاری که برای نمودار قبلی انجام دادیم اینجا هم برای این نمودار اتفاق افتاده، اما چرا کد رنگ بهش اختصاص پیدا نکرده به صورت داینامیک؟ خب مشخصه به خاطر اینکه هنوز توی این نمودار عنوان داره از جدول ابتداییمون که جدول کل هست داره خونده میشه. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که شما تو داشبوردهاتون ممکنه چند نمودار داشته باشین، شیت های مختلف داشته باشین و برای اینکه این تغییر رنگی داینامیک رو اعمال بکنید لازم نیستش که برید در همه اون نمودارها این قسمت عنوان رو تغییر بدین یا هر ستونی که وجود داره رو بخواید تغییر بدین. برای اینکه این کار رو انجام ندیم دوباره وارد دیتا مدل میشیم و اینجا ریلیشنی که وجود داره رو از یک ریلیشن یک به چند و یا یک طرفه تبدیل میکنیم به یک ریلیشن دو طرفه. اوکی رو میزنیم. به محض اینکه این کار رو انجام بدیم میبینیم که در این نمودار هم که در شیت 2 وجود داره این اتفاق میفته و شما توی پروژه های بزرگ و داشبورد های بزرگ دیگه نیازی نیست که برین دونه دونه همه داشبورد ها رو
ستون‌ها رو تغییر بدین تا بتونین اعمال رنگ داینامیک داشته باشین که حتما بره از یک جدول بخونه. و با این کاری که تو دیتا مدل میشه انجام داد، شما میتونید به راحتی همه داشبورد هاتون رو، همه نمودارهاتون رو تغییر رنگ داینامیک و اعمال رنگ داینامیک رو داشته باشید.